اینی دخترکی خانواده از شما خوب هستین؟ بله خوب کارکم؟ است. سلامتی. باشین. پدرتان است؟ بله پدر من. مشکل شما چی است؟ مشکل من می گفتم بیارم می چیز گوشی بیارم، گفتم خاطر مستحق می چی ندارم که گوشی بخرم. خب گوشی رو چی کار میکنی؟ خاطر قرآن شریف بر میخوانم از خود. اوه ماشاءالله. با وجودی که در این قسم یک وضعیت هستن اینا بازم فقط اندوهشانی است که یک گوشی موبایل داشته باشم. استاد باشم گفته؟ بله. خداوند الله متعال مشکل شما را حل کنن. دیگه مشکلتان چیست خواهر محترم؟ امی 250 روپه میدم امی یکی مدت و هم نداریم که بدیم. خب با برج میدیم. از امی یک اتاق 250 افغانی میتین؟ بله. خب با دارالحفاظ میتین. نداریم چیکار کنیم من میره و میاد. دیگه مشکلات چی دارین؟ وضعیتتان اقتصادی مشکلاتتان رو بگین خواهر. خاطر می پیار من آجورن هیچ خوردن نداریم، کمک بشه. تشکر از شما. دوستان عزیز، بعض اوقات یک عمل سبب نجات و دخول انسان به بهشت میشه. بهترین زمانش است که این معامله رو شما با الله متعال بکنین. دوستان عزیز، شما کمک‌های رمضانی تان بفرستین که به این خوارک و فامیلای دیگه انشالله ما برسانیم. فقط با $80 میتونین که لبخند بر لبان نیازمندا بیارین و با $1.5 میتونین که یک افطاری خوب برشان شما هدیه بدین. شما کمک‌هایتان بفرستین که به این خانواده نیازمند، مثلا خواهرک ما که قرآن میخواین حفظ کنن، به اینا برسانیم.